حاضرین گرامی، باید گفت که با وجود مناسبت نیک دولت نسبت به همه دین و مذهب ها، بخصوص نسبت به دین مبین اسلام، سالهای آخر ظهورات ناراحت سازنده و نگران کننده تعصب و خرافات، تفریق اندازی و افراطگرایی دینی و در این زمینه رعایت نگردیدن معیارهای کنستیتوسیون و قانونهای عمل کننده افزایش یافته ایستاده است. ما خود شاهد بودیم و خود در یاد داریم که تمام فاجعه های سالهای 90 در نتیجه پایمال شدن کنستیتوسیون و قانونهای عمل کننده سر زد. همه را زیر پا کردیم. به چی آورده است؟ انارکی، بی‌حاکمیتی. این در حالی است که طبق اندیشه و نظر دانشمندان معروف علوم اسلامی، خرافات و تعصب و افراطگرایی دینی با تعلیمات انسان پرورانه دین اسلام رابطه ندارد. دشمنان دین مبین اسلام برای کاشتن تخم نفاق و بدبینی، ایجاد حس اسلام ستیزی، تفریقه مذهبی در بین امت مسلمان و رسیدن به هدفهای غرضناک خود که یکی از آنها دست یافتن به بایگری‌های فراوان کشورها می باشد، افراطگرایی دینی را با هر راه و واسطه پشتیبانی و مبلغ‌زاری می کند. امروز برای کسی پوشیده نیست که مرکز یک قطار حزب و حرکت‌های تروریستی و اکستریمیستی در کشورهای پیشرفته جهان جایگیر است. اکثر جنگ‌هایی که میان کشورها به وقوع می‌آیند با این یا آن اندازه جنگ‌های مذهبی میباشد. این دست انهمون دشمنان دین مبین اسلام و امت مسلمان است. سالهای آخر وسعت بی‌سابقه یافتن تلاش ابرقدرت‌ها برای عملی سازی منفعت‌های خود، از نو تقسیم کنی دنیا، مسلح شوی با شتاب، آغاز مرحله نوی جنگ سرد، گسترش بی‌سابقه فعالیت گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی که متاسفانه خصوصیت دینی کسب نموده است، وضع مرکبی در پی پاندمی کووید 19 با وجود آمده، اینچنین تغییریابی اقلیم و عاقبت‌های وزنین آن، خشکسالی و کم‌آبی، نارسایی مواد غذایی و گرسنگی وضع جهانی را مرکب و پیشگویی نشونده گردانیده ایستاده است. یعنی امروز انسانیت در دوره برخورد و تهدیدهای شدید نظامی، خشکسالی و کم‌آبی، قحطی و گرسنگی، تنزل اقتصادیات و اجتماعیات و در مجموع در وضع نهایت مرکبی تاریخی خود قرار دارد. تاریخ انسانیت چنین سالهای حساس، خطرناک برای انسانیت را از سر گذرانیده ایستاده است. علاوه برای همینم در چنین وضعیت، در چنین سالها که برای زندگی ما شما نیز خطر دارد، زیاده روی نکنیم.